با سلام. حتما این روزا خیلی زیاد اسم هوش مصنوعی رو شنیدین که در هر جایی داره تحولاتی رو ایجاد میکنه، از کار دانشجویان و دانش آموزان و دانشگاه گرفته تا عرصه‌های مختلف صنعت و پزشکی. در این برنامه میخوام در مورد کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی برای شما صحبت کنم و اینی که اصلا هوش مصنوعی چیه که میتونه تغییراتی رو برای درمان بیماران ایجاد کنه. اگر دوست دارین که در این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشین، لطفاً با من همراه باشین. در این مقدمه کوتاه اول ببینیم مثلا هوش مصنوعی یعنی چی که بعد برسیم به کاربردش در پزشکی. البته خب با چند تا مثال خیلی ساده من میخوام این مطلب رو بگم. فرض کنید شما چیزی رو در گوگل جستجو میکنید، یک فهرستی از سایت هایی که اون کلمات درش هستن برای شما نمایش داده میشه. اما اگر همون کلمه رو توی هوش مصنوعی بگذارین، اون هوش مصنوعی میاد سایت های مرتبط رو خودش میخونه، خلاصه سازی میکنه و نتیجه رو برای شما به نمایش میگذاره. برای مثال من کلمه اگزما رو هم در گوگل جستجو کردم و هم در چت جی پی تی. شما میتونید ببینید که اینا با هم چه فرقی دارن. پس یک تفاوتش میشه جمع‌آوری داده ها، پردازش اونها و خلاصه سازی. فرق بعدی که میشه دید اینه که شما از هوش مصنوعی میتونید مجدد سوال بپرسید، یعنی اطلاعات قبلی شما رو نگه میداره. در مورد همون اگزما میشه پرسید چه کرم‌هایی مناسب هستن و بعد دوباره یه دونه از اون کرم‌ها رو میتونید سوال در موردش بپرسید، میتونید در مورد میزان مصرفش یا چیزای دیگهش. پس اطلاعات قبلی شما حفظ میشه و مرتب میتونید چیزهای اضافه تری سوال بکنید، در حالی که اگر که با گوگل مقایسه بشه شما چیز رو بپرسید، اون پرسش تموم شده و سوال بعدی میشه یک جستجوی جدید و به همینا ربطی پیدا نمیکنه. خب حالا این توانایی یا این تغییر چه کمکی میکنه به پزشکی؟ ببینید پزشکی بر مبنای تجربه و اطلاعات استوار شده. اینی که ببینن فرضاً یه دارو در 1000 نفر چه اثری نشون داده. خب اطلاعات اون 1000 نفر باید جمع بشه، آمار بگیرن، ببینن چند درصدشون چه واکنشی داشتن، چه عوارضی به وجود آمده. این تحقیق در جاهای مختلف انجام بشه تا به این نتیجه برسن که آیا این دارو خوبه یا نه و چه تاثیرات و عوارضی داره. پس ما یک مجموعی از اطلاعات داریم که باید بر اساس اونها تصمیم گیری انجام بشه. حالا فرض کنید که مثلا 10,000 تا تصویر سیتی اسکن دارین یا ام آر آی دارین و میدونید که این اسکن نتیجهش چی بوده. حالا اگر این تصاویر به هوش مصنوعی داده بشه، این شروع میکنه همه رو خوندن و الگوها، بافت و اشکال رو جدا سازی میکنه. میتونه بدونه که اگر این الگو وجود داشت بر اساس تشخیص هایی که قبلا صورت گرفته چه بیماری در این فرد وجود داره یا اینکه نه فرد سالمه. این میشه مبنای استفاده از هوش مصنوعی در خیلی از این تحقیقات جدید پزشکی که داره با کمک این توانمندی صورت میگیره. مثلا توی تحقیقاتی که من اینجا نشون دادم 60,000 تصویر به هوش مصنوعی داده شده و حالا از اون به بعد میتونن تصاویر جدیدی رو بدن و بر اساس اون اطلاعات قبلی مشخص بشه که آیا این تصویر یک فرد بیمار هست یا نه، یا چه نوع بیماری فرد داره. اون توانایی تشخیص هم اگر بخوایم این مقایسه بکنیم، شما میتونید فکر کنید یه فردی که خیلی تخصص بالایی داره، مثلا 10 سال 15 سال
در رادیولوژی کار کرده، اگر که یک CT اسکن رو ببینه بلافاصله میتونه یک چیزی رو تشخیص بده در مراحل اولیه که یه نفر تازه کار اون امکان رو نداره. حالا اون فرد متخصص ممکنه 1000 تا 15000 تا تصویر دیده باشه، اما هوش مصنوعی که 60000 تا تصویر بهش دادن و اطلاعاتش رو ذخیره کرده، با پردازش خیلی سریع حجم بسیار زیادی از داده ها میتونه نتایجی بگیره که به راحتی برای فرد حتی ماهر هم ممکن نیست. این توانمندی هوش مصنوعی مقدمه‌ای هست برای تحولات زیادی در علم پزشکی که فرض کنید فردی با دادن نتایج آزمایش خون یا عکس‌هایی که میگیره بتونه خیلی زودتر تشخیص بده که آیا سلامتی کافی رو داره یا ممکنه در آینده چه مشکلاتی رو پیدا بکنه. به خاطر اینکه همونجوری گفتم هوش مصنوعی میتونه با حجم بزرگی از اطلاعاتی که الگوهای اونها رو استخراج کرده این اطلاعات رو مقایسه بکنه و پیش بینی بکنه که آیا فرد امکان ابتلا به یک بیماری رو با شرایط موجود داره یا خیر. البته این نکته رو حتما توجه کنید، ما یک هوش مصنوعی هایی داریم که آموزش داده شدن و شرکت های معتبری یا مراکز غذا و داروی معتبر اونها رو تایید کردن، اونها عملا داره ازشون استفاده میشه و درصد خطا و درستشون مشخصه، ولی وقتی خود ما سوالی رو مطرح میکنیم ممکنه درش اشتباه باشه. حتی تو خود این سایت های هوش مصنوعی هم ذکر شده که ممکنه پاسخ شما اشتباه باشه. اگر میخواین تصمیم مهمی بگیرین یا بر اساسش اقدامی بکنید، تحقیق کنید، بپرسید. اگر کسی فرض بکنید چیزی رو تایپ کرد و هوش مصنوعی گفت ممکنه بیماری داشته باشیم، فکر نکنید حتما داریم، باید بریم پزشک اون تشخیص دقیق رو برای شما بده، چون هوش مصنوعی میاد صرفا اون چیزی که شما بهش میدین رو در نظر میگیره و بعد هم میره و یه تعدادی سایت رو مطالعه میکنه. مشخص نیست که حتما همه اون اطلاعات درست باشن و اینکه اون مورد برای شما در واقع مصداق پیدا بکنه. ازش استفاده کنید ولی اطمینان نمیشه بهش کرد مگر اون مواردی که تایید شده هستن برای کاربردهای خاص خودش.